با احترام دارم خدمت بینندگان این ویدیوی آموزشی. بنده آذین دوستی هستم، کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدرس دوره‌های اکسل پیشرفته، پاور کوئری، داشبوردهای مدیریتی و سایر برنامه‌های آفیس در حد پیشرفته. جلسه چهارم کلاس اکسل کاربردی رو شروع می‌کنیم و در این قسمت به مبحث مهم فرمت سلز می‌پردازم. جدولی که روبروی شما هست از قبل طراحی شده و تنظیمات خاصی روی آن اعمال نشده که توسط فرمت سلز در این جلسه می‌خوایم این تنظیمات رو انجام بدیم. دوستان اگر یک نگاه کلی به جدول بیاندازید متوجه میشید یک سری تنظیمات الزاماً باید روی این جدول اعمال بشه. به عنوان مثال اعداد باید سه رقم جدا کننده بگیره. نوشته ها در درون سلول ها باید مرکز سلول قرار بگیره. بردرهای جدول ترسیم نشده. اگر قرار اعداد رو به صورت درصد در ستون آی ذکر کنیم حتما علامت درصد رو به طور اتوماتیک بگیره. تاریخ ها با قالب مد نظر ما نوشته بشه یا زمان فروش بدون ذکر کردن ثانیه و در حالت 12 ساعته اجرا بشه. برای انجام سایر کارها باید از گزینه فرمت سلز استفاده کنیم. فراخوانی کادر فرمت سلز چندین روش داره، از جمله اینکه اگر من روی کلپس فونت در زبانه هوم کلیک کنم به کادر فرمت سلز راهنمایی میشم. همچنین کلپس های الاینمنت، نامبر نیز همین کار رو انجام میدن و هر کدوم رو کلیک کنیم ما رو به کادر فرمت سلز راهنمایی میکنن. دوستان عزیز، قبل از انجام هر گونه تنظیم در برنامه ها معمولاً باید اون محدوده یا اون بخشی رو که قراره تنظیمات روی آن اعمال بشود انتخاب میکنیم. برای انتخاب کل جدول کلید ترکیبی کنترل ای رو فشار میدهم. اگر نگاه کنید کل جدول در حالت انتخاب قرار میگیرد. حالا در بخش الاینمنت از طریق کلپس می توانیم به کادر فرمت سلز راهنمایی بشیم یا وارد بشیم. دوستان عزیز، در قسمت تکست الاینمنت همونجور هم که روی نوار ابزار و این ریبن مشاهده می کنید قسمت ترازبندی نوشته ها وجود دارد. من میخوام تمام نوشته ها در مرکز سلول ها واقع بشه. بنابراین میام از قسمت هوریزونتال بخش سنتر و از قسمت ورتیکال نیز بخش سنتر رو انتخاب میکنم. گزینه از طریق خود الاینمنت هم انجام پذیره. بنابراین انجام عملیات در برنامه ها چندین روش داره. برای ترازبندی یک سری گزینه های ترازبندی در اختیار ما قرار داره ولی گزینه های بیشتر رو ما در کلپس الاینمنت و در کادر فرمت سلز در اختیار داریم. دوستان عزیز، اگر مجددا روی بخش نامبر کلیک کنم وارد کادر فرمت سلز و زبانه اول یعنی نامبر می شویم. همان گونه که از اسم این زبانه مشخص است برای تنظیمات اعداد مورد استفاده قرار می گیرد. اعداد گستره وسیعی از تاریخ، زمان، واحدهای پول، خود اعداد، اعداد اعشاری، اعداد صحیح، نمادهای علمی همه رو در بر میگیره و سایر تنظیمات از این بخش قابل اعمال است. دوستان عزیز، به عنوان مثال اگر بخواهم در ستون آی اعداد رو صورت درصد وارد کنم کافی است روی سلول کلیک کنم، عدد رو تایپ کرده و توسط دکمه کیبورد علامت درصد رو تایپ کنم. علامت درصد توسط کیبورد با نگه داشتن کلید شیفت و عدد 5 قابل نوشتن است. اگر دقت کنید برای عدد بعدی هم همین روند رو ادامه میدم ولی این کار یک کار زمانبر هستش چون زدن علامت درصد وقتی رو از ما میگیره مخصوصا اگر تعداد این اعداد زیاد باشه. بنابراین بهترین کار اینه که از کادر فرمت سلز استفاده کنم.
قبل از تایپ اعداد که باید به صورت درصد بیان شود، محدوده رو انتخاب میکنم. در روی محدوده راست کلیک میکنم. کادر فرمت سلز رو انتخاب میکنم و به بخش نامبر راهنمایی میشوم. چنین شما میتوانید توسط گزینه نامبر روی زبانه هوم از طریق کلپس به این کادر وارد شید. همچنین شما میتوانید از علامت‌های موجود روی این بخش استفاده کنید. دوستان، من روی کلپس کلیک میکنم و قسمت پرسنتیج رو انتخاب میکنم. تعداد ارقام اعشار در بخش دسیمل پلیسز مشخص می شود. برای اینکه این ارقام اعشار رو صفر کنم، این عدد رو کاهش میدم تا به صفر برسه و نهایتاً تایید می کنم. حالا هر عددی که من بنویسم علامت درصد به طور اتوماتیک در کنارش قرار می گیرد و خود خاصیت این عدد به صورت درصد می باشد. یعنی 20% معادل 2 دهم یا 20 صدم می باشد. یا به عنوان مثال، اگر بخواهم در ستون ای که درآمدها قرار داده شده اعداد رو سه رقم جدا کننده بهش بدم، ارقام اعشار رو نبینم، اعداد منفی من به رنگ قرمز در بیاد، محدوده رو انتخاب می کنم. برای انتخاب محدوده اگر تعداد سلول ها زیاد بود میتونید روی سرستون کلیک کنید. مجددا وارد کادر نامبر میشم و در بخش نامبر گزینه نامبر رو انتخاب می کنم و در بخش دسیمل پلیسز که به معنای نشان ندادن ارقام اعشار می باشد عدد صفر رو وارد می کنم. دوستان دقت بفرمایید، این به این مفهوم نیست که ارقام اعشار رو حذف کنه، ارقام اعشار رو نشان نمیده و در کادر یوز 1000 سپریتر یک جدا کننده بین سه رقم اعداد به من بده. این گزینه رو فعال می کنم و در نهایت در بخش نگاتیو نامبرز می توانم تنظیم کنم که اگر عددی به صورت منفی وارد شد با حفظ خصلت منفی بودن رنگ اون رو قرمز کن یا رنگش رو قرمز کن و اون رو درون یک پرانتز قرار بده. بنابراین حالت مورد نظر رو سلکت می کنم و نهایتا تایید می کنم. اگر نگاه کنید اعداد سه رقم جدا کننده میگیره و اگر من عدد منفی رو در این سلول وارد کنم به رنگ قرمز در میاد و علامت منفیش برداشته میشه. دوستان این به این مفهوم نیست که خصلت منفی بودن رو ازش میگیره، فقط علامت رو بر میداره و رنگ اون رو مشخص میکنه که بیننده متوجه بشه این یک عدد منفی است. چنین اگر من اعشاری رو در این سلول به عدد اختصاص بدم اکسل اون رو نمایش نخواهد داد و همون 520 رو برای من در نظر میگیره. ولی توجه کنید عدد خاصیت اعشار رو داره و این اعشار حذف نشده، فقط نشان داده نمی شود. بنابراین متوجه می شویم تنظیمات اعداد در بخش نامبر و یا توسط کادر فرمت سلز در قسمت نامبر انجام میشه. به چندین مثال دیگر نیز اشاره می کنم. دوستان بزرگوار، اگر بخواهیم در ستون جی که درآمدها ذکر میشه کنار این اعداد واحد پولی رو ذکر کنیم مثل یورو، دلار، مثل ریال، می توانیم این محدوده رو انتخاب کنیم، کادر نامبر رو سلکت می کنیم و در بخش کارنسی که به معنای واحد پول رایج کشورها هست این تنظیمات رو انجام می دهیم. دسیمل پلیسز به معنای تعداد ارقام اعشار رو صفر می کنم و در بخش سیمبل واحد پولی مورد نظر رو انتخاب می کنم. میتونید برای انتخاب کردن ریال قسمت مثلث رو باز کنید که یک کمبو باکس برای ما باز بشه، یک لیست باکس، و اگر این اسکرول رو به قسمت وسط نوار بیارید جایی که واحدهای پولی عربی و پرژن وجود داره میبینید که در این قسمت من میتونم پول رایج کشور ایران رو انتخاب کنم و نهایتا تایید میکنم. دوستان بزرگوار، اگر عددی در این سلول ذکر بشود کلمه ریال در کنارش قرار میگیرد.
همچنین برای تنظیم تاریخ‌هایی که قرار است در اکسل ذکر بشه میتونیم از کادر فرمت سلز استفاده کنیم. دقت بفرمایید مبحث تاریخ‌ها بسیار مبحث گسترده و وسیعی می باشد که انشاءالله در جلسات بعدی به آن خواهم پرداخت. محدوده تاریخ فروش رو انتخاب می کنم، روی فرمت سلز کلیک می کنم و در بخش نامبر قسمت دیت رو انتخاب می کنم. مدل تاریخ مورد نظر رو سلکت می کنم. مثلا من تمایل دارم ماه میلادی رو به صورت حروف نشون بده. بنابراین این مدل رو انتخاب می کنم و تایید می کنم. حالا اگر بنویسم به عنوان مثال عدد ماه مورد نظر که ماه فوریه می باشد و عدد روز و نهایتا سال رو بنویسم، قطعا ماه میلادی رو به صورت حروف نشان می دهد. 12 فوریه 2012. در قسمت زمان هم برای وارد کردن زمان استفاده می کنیم. دوستان بزرگوار می توانیم محدوده رو انتخاب کنیم، راست کلیک کنیم فرمت سلز و یا توسط کلید ترکیبی کنترل یک این کادر رو باز کنیم. کلید میانبر کادر فرمت سلز کنترل به اضافه عدد یک می باشد. در بخش تایم برای تنظیم زمان ازش استفاده می کنیم. به عنوان مثال بنده دوست دارم یا تمایل دارم زمان به صورت 12 ساعته با ذکر پی ام و ای ام انجام بشه. پس انتخاب می کنم، تاییدیه رو کلیک می کنم. حالا اگر من 12:30 رو بنویسم، قطعا کلمه پی ام رو برای من می نویسه، یا اگر ساعت 16:40 رو تایپ کنم اون رو به صورت پی ام برای من ذکر میکنه. بنابراین از این روش برای وارد کردن اعداد با تنظیمات و قالب بندی مورد نظر کاربر میتونیم استفاده کنیم. در کادر فرمت سلز بخش نامبر برای اعداد کسری، اعداد علمی نیز میتونیم ازش استفاده کنیم. دوستان بزرگوار، من در مباحث اکسل پیشرفته قطعا به این موارد خواهم پرداخت. الان چون دوره اکسل کاربردی هست، زمان رو روی موارد تخصصی نخواهیم گذاشت که شما یه مقدار مسلط روی امور بشوید و نهایتا در بخش پیشرفته خروجی های بهتری رو داشته باشیم. دوستان بزرگوار، همچنین در زبانه هوم بخش نامبر این امکانات که در کادر فرمت سلز قرار داده شده، برخی از موارد پرکاربرد آن نیز در این سکشن تنظیم و قرار داده شده. به عنوان مثال من اگر بخواهم در یک ستون اعداد رو به صورت درصد بیان کنم، محدوده رو انتخاب می کنم، قبل از تایپ علامت رو فعال می کنم. اگر دقت کنید نشون میده که قالب بندی این محدوده به صورت پرسنتج یا علامت‌های درصدی می باشد و عدد مد نظرم رو تایپ می کنم. دوستان بزرگوار، همچنین اگر خواستین کنار اعداد شما واحد پول قرار بگیره، از بخش اکانتینگ یا بخش کارنسی میتونیم این کار رو انجام بدید. پولهای رایج یا دیفالت برنامه رو به ما نشون میده و برای تنظیمات بیشتر مجددا ما وارد کادر فرمت سلز در بخش نامبر و در قسمت اکانتینگ خواهیم شد. اکانتینگ و کارنسی مربوط به واحدهای پول می باشد. بنابراین از این بخش هم می توانیم استفاده کنیم. همچنین دو گزینه increase decimal یا decrease decimal همین کار رو برای ما انجام میده. در بخش حذف اعداد اعشاری یا کاهش ارقام اعشار، به عنوان مثال اگر اینجا من عددی رو بنویسم و بخواهم ارقام اعشار کمتری رو ببینم، می توانم از قسمت decrease decimal استفاده کنم و می بینید ارقام اعشار داره کاهش پیدا میکنه و در حقیقت نشان داده نمیشه. ارزش اعداد رو به همان صورت که وجود دارد اکسل برای ما نگه میداره و حفظ میکنه.
دوستان عزیز، لازم میدونم در قسمت فرمت سلز بخش نامبر در مورد گزینه تکست یک توضیحی رو بدم که ممکنه خیلی به دردتون بخوره. ببینید، اگر ما در اکسل یک سری موارد رو بنویسیم و اکسل اونو تبدیل کنه به یک قالب دیگه، به خاطر این هست که بعضی از موارد در اکسل تعاریف خاصی داره. به عنوان مثال، وقتی ما شماره همراهی رو با صفر شروع می‌کنیم، اون اکسل این رو یک عدد میپذیره و صفر قبل از عدد برای اون مفهومی نداره. این رو چه کار میکنه؟ تبدیل میکنه به یه عدد، بنابراین صفر رو بر میداره. یا اینکه من اگر بخوام در سلول اکسل 3/4 رو بنویسم و واقعا هدفم نوشتن همین کلمه به همین صورت باشه، اکسل این رو تبدیل به تاریخ میکنه و 4 مارچ رو اعلام میکنه. یا به عنوان مثال، چون البته این رو در این قسمت توضیح بدم، به خاطر اینکه علامت اسلش در اکسل به مفهوم تاریخ هست و این در برنامه اکسل تعریف شده. و یا اینکه اگر من علامت مساوی رو بنویسم و جای دیگری کلیک کنم، اکسل وارد مباحث توابع و فرمول ها میخواد بشه، ولی من هدفم فقط نوشتن علامت مساویه. در این گونه مواقع برای اینکه اکسل تبدیل ها رو انجام نده، از تایپ کلمات مورد نظر محدوده رو انتخاب میکنم، روی فرمت سلز کلیک میکنم و در بخش نامبر گزینه تکست رو انتخاب میکنم. انتخاب این گزینه به این مفهوم هست که هر آنچه را که نوشتم به همان صورت اکسل قبول کنه و تبدیل ها رو انجام نده. حالا اگر تایید کنم و مجددا کلمه 3/4 یا عدد 3/4 رو بنویسم، اکسل به همون صورت این رو از من قبول میکنه. یا اگر شماره همراهی رو بنویسم و اینتر کنم، صفر رو میپذیره. و یا اینکه علامت مساوی رو کلیک کنم، این رو از من قبول میکنه. بنابراین دوستان بزرگوار، در مواردی که میخواهید تبدیل ها صورت نگیره، از این گزینه میتونید استفاده مؤثری داشته باشید. دوستان بزرگوار، در ادامه داستان به زبانه الاینمنت که بسیاری از گزینه‌های آن نیز در سکشن الاینمنت زبانه هوم قرار داده شده میپردازم. مجددا برای اینکه تنظیمات ترازبندی رو اعمال کنم، قبلش باید محدوده رو انتخاب کنم. روی کلپس الاینمنت کلیک میکنم. در بخش تکست الاینمنت در قسمت هوریزونتال و ورتیکال نشان می‌دهد یا تنظیم می‌کند که نوشته های ما در کدام طرف سلول از لحاظ افقی و از لحاظ عمودی قرار بگیرد. به عنوان مثال، من در سلولی که انتخاب می‌کنم میخوام نوشته من به قسمت بالای سلول منتقل بشه. بنابراین رو بخش الاینمنت کلیک می‌کنم و در قسمت ورتیکال گزینه تاپ رو انتخاب می‌کنم و تایید می‌کنم. همین روش از طریق بخش الاینمنت نیز قابل انجام هست که بسیار هم راحت تره. گزینه‌های پرکاربرد در برنامه‌های آفیس در اختیار ما قرار میگیره که نخوایم وارد کادرهای کلپس ها و قسمت‌های پیچیده تر بشیم. همچنین اگر بخوام اون کلمه به سمت راست کشیده بشه، یا از بخش الاینمنت این سکشن استفاده می‌کنم و یا اینکه روی کلپس الاینمنت کلیک می‌کنم و در قسمت هوریزونتال سمت راست رو انتخاب می‌کنم. یک گزینه بسیار مؤثر که در بخش الاینمنت وجود داره، قسمت مرج کردن و یا اینکه در مرکز قرار دادن نوشته بدون مرج کردن هستش. به عنوان مثال، من میخواهم این عدد در مرکز این دو سلول واقع بشه. علاوه بر این که میتونم از گزینه مرج اند سنتر استفاده کنم، میتونم بدون اینکه بخوام مرج کنم که بعد نخواهم اتفاقهای غیر قابل قبولی در اکسل رو شاهد باشم، از قسمت کلپس الاینمنت از بخش هوریزونتال قسمت سنتر اکراس سلکشن رو انتخاب می کنم. این گزینه باعث میشه نوشته در وسط محدوده انتخابی قرار بگیره بدون اینکه مرج کردن اتفاق بیفته. این گزینه رو من در جلسات قبل هم بدان اشاره کردم. دوستان بزرگوار، مرج کردن بسیاری از آیتم های اکسل رو غیر فعال و دچار اشکال میکنه.
اگر بخواهیم مجدداً نوشته از این حالت خارج شود، محدوده رو انتخاب می‌کنم و گزینه رایت رو کلیک می‌کنم. بنابراین برای اینکه نوشته‌ای در مرکز محدوده انتخابی قرار بگیره، خود نوشته اولین سلول رو تا جایی که قرار اطلاعات وسط بیاد سلکت میکنم و در بخش الاینمنت، بخش هوریزونتال روی گزینه سنتر اکراس سلکشن کلیک میکنم. از گزینه‌های دیگر کادر فرمت سلز که در زبانه الاینمنت واقع شده، گزینه شرینک تو فیت بود که باز من در جلسات قبل بدان اشاره کردم. فعال بودن گزینه شرینک تو فیت به این مفهوم هست که اگر نوشته ای از عرض ستونی بیشتر شد، نوشته به طور اتوماتیک فونتش کوچک و در سلول جایسازی شود. به عنوان مثال میخواهم بنویسم محصولات انبار شماره 1. همان گونه که مشاهده میکنید به محض کلیک کردن آنقدر نوشته رو کوچک میکنه که در درون سلول جا بشه. این خاصیت شیرین توفیته. یکی دیگه از خاصیت هایی که در کادر الاینمنت واقع شده و در خود این سکشن هم در اختیار ما قرار گرفته، گزینه رپ تکست هستش. اگر گزینه رپ تکست رو انتخاب کنم، شیرین توفیت از انتخاب خارج میشه و رپ تکست نشانه این هست که آنقدر این نوشته ها رو تنظیم میکنه در چند خط که بتونه در سلول جایگذاری بشه. بنابراین به جای اینکه نوشته رو کوچک کنه، نوشته رو به چند خط تبدیل میکنه تا بتونیم نوشته رو بهتر ببینیم. انتخاب کدام گزینه با توجه به صلاح دید کاربر در اقتضای عملیاتی که انجام میدهد ممکن است متفاوت باشد. از گزینه‌های دیگری که در بخش الاینمنت قرار دارد، گزینه ایندنت می باشد. دوستان بزرگوار، ایندنت یا ایندنتیشن ها را در بحث ورد به طور کامل صحبت کردم. محل قرار گرفتن تو رفتگی ها می باشد. یعنی چه مقدار نوشته از ابتدای سلول یا ابتدای کاغذ در برنامه ورد فاصله بگیرد. بنابراین توسط پیکان رو به بالا این عدد را به عدد 4 تغییر داده و تایید می کنم. با توجه به اینکه الاینمنت در قسمت راست تنظیم شده ولی به علت تو رفتگی که داده شده یه مقدار از ابتدای سلول نوشته فاصله گرفته. بنابراین در بخش الاینمنت ایندنتیشن قابل تنظیمه. من مجددا این رو به 0 تغییر می دهم و در بخش اورینتیشن نحوه چرخش نوشته ها انجام می شود. به عنوان مثال می توانیم در اکسل نوشته ها رو از مثبت 90 تا منفی 90 درجه یک نیم دایره عمودی بچرخونیم. میتونم این رو روی 45 درجه بذارم یا به صورت دستی این تنظیم رو انجام بدم، یعنی عدد مد نظر رو تایپ کنم. حالا اگر تایید کنم میبینید که نوشته در درون من رپ تکستشم برمیدارم. بله، نوشته در درون سلول یک چرخش زاویه مد نظر من رو به خود میگیره. دوباره میام این چرخش رو توسط عقربه‌ای که وجود داره یا توسط تنظیم این عدد یا وارد کردن عدد به طور دستی به عهده میگیرم و نهایتا تایید میکنم و میبینید چرخش نوشته انجام میشه. اگر بخواهیم مجددا نوشته به حالت قبل برگرده، روی 0 درجه دیگری تنظیم میکنم و تایید میکنم. گزینه دیگری که در کادر الاینمنت واقع شده و آخرین گزینه این بخش می باشد تکست دایرکشن می باشد. یعنی ما نوشته ها را از راست به چپ تبدیل کنیم یا چپ به راست. این در مواردی که من کلمه فارسی و انگلیسی رو دارم بسیار کارساز می باشد. مثلا اینجا نوشتم محاسبات و اکانتینگ هم کنارش ذکر کردم. اگر بخوام چپ و راست بودن این کلمه انگلیسی رو با کلمه فارسی عوض کنم و تغییر بدم، میتونم از این گزینه استفاده کنم. دوستان محترم، اگر این رو لفت تو رایت بذارم میبینید که کلمه انگلیسی به سمت راست منتقل شد، یا برعکس اگر رایت تو لفت کنم تغییر میکنه و کلمه فارسی به سمت راست کشیده میشه. دوستانی که با برنامه ورد آشنایی دارن میدونن در اون بخش در برنامه ورد
گزینه تکست دایرکشن چقدر اهمیت بسزایی دارد. در مواردی این چنینی یا اعداد با کلمات تغییر جهت پیدا کنه میتونیم از این گزینه استفاده کنیم. دوستان محترم، تمام گزینه‌های الاینمنت و تقریباً بخش نامبر رو به اون اشاره کردم. در زبانه فونت تنظیمات نوشته‌ها انجام میشه. تنظیمات نوشته‌ها رو ما در بخش فونت که امکانات پیشرفته‌ای هم داره در اختیار ما قرار دادن. خیلی برای تنظیمات فونت به این زبانه مراجعه نمی‌کنیم مگر تنظیمات خاص‌تری رو بخوایم از اکسل درخواست کنیم. به عنوان مثال در قسمت فونت نوع فونت ها تغییر میکنه، در قسمت فونت استایل بولد، ایتالیک و بقیه موارد سایز نوشته ها رو در بخش سایز میتوانیم تنظیم کنیم. رنگ نوشته ها قابل تنظیمه. اگر بخواهیم زیر نوشته ها خطی رو وارد کنیم میتوانیم از طریق آندرلاین این رو انجام بدیم و در قسمت ایفکت استریکت رو باعث میشه یه خط از روی نوشته رد بشه. سوپر اسکریپت نوشته ها رو تواندار میکنه و ساب اسکریپت نوشته را به صورت اندیس وارد میکنه. تمامی این تنظیمات در آموزش های ورد به طور پیشرفته گفته شده. و نهایتاً گزینه نورمال فونت، اگر من تغییراتی رو اعمال کنم و بیام یک سری موارد رو کاستومایز برای خودمون در نظر بگیرم، نورمال فونت اون رو به تنظیمات پیش‌فرض برمیگردونه. دوستان عزیز، کادر فونت هم به طور کامل توضیح داده شد. باز هم اشاره می کنم تمام موارد در اختیار ما هست در قسمت فونت و زیاد نیازی به این مطالب نداریم مگر اینکه بخوایم امکانات بیشتری رو داشته باشیم. در بخش بوردرها اشاره کردم، خیلی گذرا مجدداً به آن اشاره می کنم که برای ترسیم خطوط سلول ها استفاده میشه. یعنی اگر بخوایم جدولمون کادر داشته باشه از این گزینه استفاده می کنیم. محدوده رو انتخاب می کنیم، روی گزینه فرمت سلز کلیک می کنیم یا کلید ترکیبی کنترل یک رو فشار میدیم. در بخش بوردر در بخش لاین استایل مدل خط رو انتخاب می‌کنیم، در قسمت کالر رنگ مورد نظر رو سلکت می‌کنیم و روی نماینده‌های خطوط کلیک می‌کنیم. آوتلاین هم همین کار رو برای ما انجام میده. اگر بخواید رنگ‌های خاصی رو در مناطق خاصی اعمال کنید، میتونید به صورت کاملا دستی روی این قسمت کلیک کنید. پس کادر بالا آبی، سبز و این دو کادر قرمز رنگ خواهد شد. برای خطوط میانی از رنگ خاکستری استفاده می کنم. این سایت به عنوان مثال اگر خواستید این خط افقی روی جدول انتخابی که این نماینده همین جدول ما هست اعمال بشه، میتونید به صورت دستی روش کلیک کنید. من یه رنگی رو انتخاب کنم که شما بهتر مشاهده کنید و نهایتا تایید میکنم. اگر نگاه کنید رنگ ها اعمال شد روی بخش انتخابی. من پشت صحنه کارم اگر بخوام نشون بدم شما اینها رو متوجه میشید و میبینید. بنابراین بوردرها برای تنظیمات چارچوب ها و حاشیه های بین سلول ها یا همون جدول مورد استفاده قرار میگیره. من مجددا کار رو به حالت قبل برگردوندم و در زبانه بعدی کادر فرمت سلز برای رنگ کردن داخل سلول ها یا همان گزینه فیل کالر که در بخش فونت هست ما استفاده می کنیم. دوستان، ابتدا محدوده مورد نظر رو انتخاب می کنم، راست کلیک فرمت سلز رو سلکت می کنم و در بخش فیل میتونیم رنگ دلخواه رو برای پشت زمینه سلول ها انتخاب کنیم. اگر رنگ های بیشتری رو بخوایم میتونیم در قسمت مور کالرز بهش بپردازیم. بنابراین میتوانید از قسمت استاندارد، زبانه استاندارد، رنگ دلخواه و غلظت اون رنگ رو از این بخش تنظیم کنید. هرچی این اسکرول به سمت پایین بیاد رنگ ها پررنگتر و هرچه به سمت بالاتر بره رنگ های کم رنگتری در اختیار ما قرار میگیره. همچنین با چرخوندن دکمه موس روی این بخش از پالت رنگ میتونید به رنگ دلخواهی دسترسی پیدا کنید و نهایتا اگر اوکی کنید محدوده ما به اون رنگ در خواهد آمد.
در بخش‌های بعدی قسمت فیلم شما میتونید یک سری ایفکت‌های جالبی رو اعمال کنید. مثلا من مدل دیاگونال آب رو انتخاب میکنم و دوست دارم از رنگ زرد به رنگ به عنوان مثال بنفش برسم و مدل رنگ آمیزی رو اینجا میتونیم انتخاب کنیم. مثلا این حالت نوردهی از گوشه باشه یا این از قسمت وسط انجام بشه، یعنی رنگ زرد به رنگ بنفش از وسط به کناره ها، همون جور هم که از اسمش پیداست سنتر قرار بگیره یا به صورت عمودی قرار بگیره، افقی. بنابراین میتونید از این خصلت ها استفاده کنید برای یک رنگامیزی جذاب و اگر اوکی کنید اون محدوده به همین رنگ انتخابی شما در خواهد آمد. دوباره در کادر فرمت سلز من یه رنگ ساده انتخاب میکنم. شما میتونید از یه سری الگوها استفاده کنید. به عنوان مثال از بخش پترن استایل مدل پترن یا اون الگو رو انتخاب میکنید. یه حالت خطوط مورب، خطوط عمودی، من یه مدلی رو انتخاب میکنم و از بخش پترن کالر رنگ اون الگو رو انتخاب میکنم. من این رو بدون کالر کنم، پترن استایل رو این مدل انتخاب کنم با رنگ قرمز یا قهوه‌ای. اگر دقت کنید این خطوط مورب به صورت رنگ قرمز در خواهد آمد. و نهایتا تایید میکنم و شما اگر نگاه کنید من زوم این کنم یه حالت هاشوردار هستش پشت زمینه سلول ها. بنابراین اگر رنگ های خاصی رو خواستید میتونید از این پالت رنگ استفاده کنید برای رنگ های بیشتر مور کالرز، و اگر بخواهید از یک سری جلوه ها استفاده کنید کادر فرمت سلز در بخش فیلم رنگ های مدرن تر و حالت های جالب تر و الگوهای کاری با رنگ‌های دلخواه قابل اعمال است. دوستان بزرگوار، در زبانه آخر کادر فرمت سلز برای محافظت کردن از داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره به نام پروتکشن. تمام سلول ها در حالت عادی لاک هستند و به این مفهومه که اینها قفل دارن که این در صورتی فعال بودنش به نمایش گذاشته میشه که ما شیت رو قفل کنیم که در جلسات آتی به این کاملا خواهم پرداخت. و در قسمت هیدن اگر سلولی رو صاحب فرمول کرده باشیم یا فرمولی رو در آن وارد کرده باشیم این هیدن باعث میشه اون سه فرمول ها دیده نشه و فقط ما نتیجه فرمول رو مشاهده کنیم. از این گزینه ها برای محافظت از داده ها میتونیم استفاده کنیم. بنابراین استفاده از این گزینه ها یک پیش نیازهایی داره که من در جلسات آتی بدان خواهم پرداخت. ما در این جلسه فقط به معرفی کادر فرمت سلز و زبانه های اون پرداختیم. انشاءالله در جلسات دیگه به موارد تخصصی تر اشاره خواهم کرد. خیلی خوشحالم که تونستم این کلاس رو برای شما به اتمام برسونم. پیروز و موفق باشین. خدا نگهدار.